درس امروز ما رفلکس ها است. شبیر ثاقبی هستم. با درس امروز خوش آمدین. به نام آفریدگار هستی و سلام به همه عزیزان انیس طب. خیلی سپاسگزار هستم که یک بار دیگه هم در خدمت شما قرار دارم. درس امروز ما در مورد رفلکس ها است. پس بدون تأخیر بیاین که آغاز کنیم. ابتدا رفلکس تعریف میکنیم. Reflexes are rapid, predictable, involuntary responses to stimuli. رفلکس ها پاسخ های سریع، غیر ارادی و قابل پیش بینی به محرک ها است. در این تعریف این سه کلمه را نباید که فراموش کنیم. رفلکس ها چی است؟ اول سریع هستند، بسیار به سرعت اتفاق میافتند. پاسخ های بسیار سریع به محرک ها هستند. دوم، پاسخ های غیر ارادی هستند، در اختیار ما نیستند. و سوم، پاسخ های قابل پیش بینی است. چگونه قابل پیش بینی است؟ حالا بیان میکنیم. خب رفلکس ها جواب های از قبل تعیین شده برای محرک های مشخص می باشه. مثلا زمانی که دست ما به یک چیز داغ تماس بکنه، هر زمانی که دست ما به یک چیز داغ تماس بکنه، پاسخ بدن ما همیشه یک چیز می باشه. دست ما را از اون چیز داغ دور میکنه، با سرعت کشش میکنه. لذا ما میتونیم بگوییم که رفلکس ها عبارت از حرکات قابل پیش بینی شده می باشه. چرا؟ از قبل به محرک های مشخص پاسخ های مشخص در سیستم عصبی ما تعیین شده. همچنان ما رفلکس ها مانند مسیرهای یک طرفه یا جاده های یک طرفه هستند. هر زمانی که یک رفلکس آغاز شود حتما او اختتام میابه و چیزی نمیتونه که اخلالش بکنه و همیشه به یک مسیر مشخص حرکت میکنه. مثلا هر زمانی که به طور ناگهانی دست ما به یک چیز داغ تماس بکنه، همیشه پاسخ بدن ما اینمی است که دست ما باید هرچی عاجل به عقب کش کرده شود. لذا این مسیر عصبی که به سبب تماس دست ما با او چیز داغ به وجود میاد، یک طرفه می باشه و جواب اونمون یک جواب می باشه تا ای که دست ما را هرچی زودتر یا هرچی عاجلتر از او چیز داغ دور بسازه. خب در بدن ما رفلکس هایی که دریافت میشه همش تحت دو صنف قرار میگیره. رفلکس های اتونومیک و رفلکس های سوماتیک که در اینجا هم براتون نوشته کردیم. رفلکس های سوماتیک در برگیرنده تمام رفلکس هایی است که عضلات اسکلیتی بدن ما را تحریک میکنه. اسکلتال مسل ما را تحریک میکنه. اگرچند عضلات اسکلیتی تحت کنترل ارادی قرار داره، در اختیار خود ما است، اما وقتی که تحت تاثیر رفلکس ها قرار میگیره باز غیر ارادی میشه. مثالش هم اون مثالی که قبلا گفتیم، وقتی دست ما به چیز داغ تماس بکنه با سرعت و بدون اختیار ما او را کش میکنیم. اینمی کش کردن یا به عقب آوردن دست ما توسط عضلات اسکلیتی میشه که در همچو وقایع یا در همچو لحظات از کنترل ما خارج می باشه. و رفلکس های اتونومیک رفلکس های هستند که فعالیت عضلات ملسه یا اسموت مسلز، فعالیت قلب یا هارت و فعالیت گلندز یا غدوات کنترل میکنه. مثلا افراز لعاب دهن که به نام سالیوری رفلکس یاد میشه، یا ای که بزرگ شدن یا خرد شدن مردمک چشم به نام پیپلری رفلکس یاد میشه. در کل اتونومیک رفلکس ها فعالیت های وظایف مختلف بدن مانند هضم و جذب غذا و همچنان بلاد پرشر یا فشار خون و سویتینگ یا عرق کردن همچون فعالیت ها را کنترل میکنه. خب تمام رفلکس ها در مسیرهای مشخص عصبی اتفاق میافتند که به نام قوس‌های رفلکسی یاد میشن و تمام قوس‌های رفلکسی دارای حداقل 5 ساختمان است. با تصویر نگاه بکنید، این تصویر یک قوس رفلکسی یا رفلکس آرک می باشه که دارای 5 ساختمان می باشه. یک رسپتور، 2 سنسوری نیورون یا نیورون حسی، 3 CNS انتگریشن سنتر یا مرکز ائتلاف CNS و 4 موتور نیورون، بالاخره 5 افکتور. رسپتور معلومات در این قسمت جذب معلومات به دست میاره و به طرف سنسوری نیورون میفرسته. سنسوری نیورون معلومات گرفته به مغز به CNS میفرسته. CNS در این قسمت سگمنت از نخاع است، نخاع هم جز CNS است. در CNS معلوماتی که فرستاده شده اوجا تفسیر میشه، ترجمه میشه و یک پاسخ مناسب برش تشکیل داده میشه و پاسخش با توسط موتور نیورون بالاخره به
عضو عامل یا افکتور آورده میشه. افکتور عضو عامل میگه عضو است که جواب تشکیل شده را عملی میکنه. خب در این قسمت ما یک قانون یا یک رول داریم. میگه the more synapses there are in a pathway the longer reflexes take to happen. به هر اندازه ساینپس بیشتره که در یک مسیر عصبی رفلکسی موجود باشه به همون اندازه رفلکس به آهستگی اتفاق میفته. و یا به بیان دیگر اگر ساینپس زیاد شد رفلکس آهسته تر میشه. اگر ساینپس کم شد رفلکس ما سریعتر اتفاق میفته. دلیلش چیست؟ دلیلش عبارت اونمو عبور نیوروترانسمیترها از ساینپتیک کلفت ها می باشه. اگر ساینپس ها زیاد شود ساینپتیک کلفت ها زیاد میشه و نیوروترانسمیترها به خاطر انتقال یک سیگنال عصبی از یک نیورون به نیورون دیگه باید که از این فاصله های ساینپتیک کلفت عبور بکنن. وقتی که فاصله های ساینپتیک کلفت زیاد بوده دیگه باید نیورون ترانسمیترها بسیار زیادی فاصله ها را عبور بکنه و بالاخره به همین سبب رفلکس به آهستگی اتفاق میفته یا دیرتر اتفاق میفته. اما اگر ساینپس ها کم باشه ساینپتیک کلفت کم میشه فاصله برای طی کردن نیورون ترانسمیترها هم کوتاه میشه لذا رفلکس سریعتر اتفاق میفته یا زودتر اتفاق میفته. خب تعداد رفلکس انواع مختلف رفلکس ها در بدن ما دریافت میشه. بعضی از این رفلکس ها ساده هستند و بعضی هاشون بسیار مغلق می باشه. ساده ترین نوع رفلکسی که در بدن ما دریافت میشه رفلکس پاتیلا است یا پاتیلری رفلکس می باشه. در انگلیسی برش نی جرک رفلکس همچنان میگن که و هر زمانی که ما تندون پایانی یا تندون سفلی پاتیلا را با یک چیز ضربه بزنیم عضلات کوادریسپس تقلص میکنن و زانو را به حالت اکستنشن در میآیند. و سیمپل پاتیلر رفلکس به نام تو نیورون رفلکس یا رفلکس دو نیورونه همچنان یاد میکنه. چرا؟ کمترین نیورون را که یک رفلکس میتونه در خود داشته باشه در همین نوع رفلکس پاتیلا دریافت میشه که فقط دو نیورون داره، یک نیورون حسی، یک نیورون حرکتی، یک سنسوری نیورون دیگه موتور نیورون. پس از اینجا ما را میفهمیم که کمترین تعداد نیورون هایی که در یک رفلکس استفاده شده میتونه حداقل 2 دانه نیورون است. خب یک نوع رفلکس دیگه هم وجود داره به نام فلکسور رفلکس یا withdrawal رفلکس که عبارت از اونمو کش کردن دست ما از اشیای دردناک یا از اشیای داغ می باشه که یک رفلکس 3 نیورونه است و یک رفلکس مغلق تر می باشه. بعض رفلکس هایی که دیگری که در بدن ما وجود داره با دخالت دماغ اتفاق میفته اما بعض رفلکس های دیگرش بدون دخالت دماغ یا مغز با وقوع می پیونده. مثلا بعض رفلکس هایی که در اسپاینال کورد است تا زمانی که نخای شوکی یا اسپاینال کورد فعال است و کار میکنه اونا هم اتفاق افتاده میتونه و به مغز هیچ ضرورت ندارن. اما مثلا پاپیلری رفلکس یا رفلکس مردمک چشم حتما به مغز به عمل مغز ضرورت داره چرا یک رفلکس دقیق می باشه و باید که مغز یک جواب دقیق برای خرد و بزرگ شدن حدقه چشم یا مردمک چشم تشکیل بده و بسازه. خب عزیزان انیس تپ این بود یک درس امروز ما. امید که مفید واقع شده باشه. فراموش نکنید که دکمه لایک، سابسکرایب و فشار بتین، کامنت بگذارین، ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین. تا درس آینده خداحافظ و ناصرتان.